امروز اومدیم یاد بگیریم چطور با هوش مصنوعی رایگان و یه موبایل ساده کار میکروفون حرفه‌ای رو انجام بدیم. بریم انجام بدیم. دوستان، ما برای تولید یک صدای با کیفیت نیازمند 2 تا ابزار رایگانیم. ابزار اول نیاز داره به اینترنت و ابزار دوم بدون نیاز به اینترنت یا همون آفلاین. قبل از آموزش باید اینو بهتون بگم، قبل از اینکه ریکورد میکنیم یه سری تنظیمات رو باید توی گوشیتون فعال کنیم. چه تنظیماتی بهتون توضیح میدم. قسمت ریکورد گوشی رو که باز کنیم، از این قسمت چرخنده که همون تنظیمات هست، ریکورد فرمت رو یا روی MP3 یا روی ویو قرار بدید. دلیلش هم اینه که با کیفیت تره، یعنی شما هر چقدر دیت که بخواید میتونین روی این صوت ایجاد کنین و کمتر دچار افت کیفیت بشین. از این به بعد هر ضبط یا ریکوردی که با گوشیتون انجام بشه با فرمت ویو سیو میشه. بریم سر وقت آموزش که میخوایم کوالیتی فایلی که ریکورد کردیم رو بالا ببریم. خب وارد وبسایت میشیم، با جیمیل ثبت نام میکنیم. حالا من واسه اینکه وقت ویدیو رو نگیرم از قبل ثبت نام کردم با جیمیل. مای دیوایس رو که بزنیم میتونیم فایل صوتی که گرفتین رو از توی حافظه انتخاب کنیم. من یه فایل دارم به اسم نویز ریموو، انتخابش میکنیم. همون جوری که داریم میبینیم داره آپلود میشه. وقتی که فایل آپلود شد میام پایین صفحه، گزینه یه انهانس مدیا رو که کلیک کنیم از همون کد انسانیت میخواد. خب نه، انگار نخواست، خودش قبول کرد چون که من با جیمیل ثبت نام کرده بودم. ولی وقتی که با جیمیل ثبت نام نمی‌کنی حتما ازت کد انسانیت میخواد. ثبت می‌کنیم تا پروسه انجام بشه. من زدم رو اورجینال که بتونم فایل اولیه رو پخش کنم. خب با هم گوش کنیم. با این آموزش میشه فرکانس ها و نویز های اضافه رو از صدا حذف کرد. حالا کاری که این هوش مصنوعی روش انجام داده رو گوش میکنیم. من اینو دوباره فعال میکنم. بریم از اول. با این آموزش میشه فرکانس ها و نویز های اضافه رو از صدا حذف کرد. کاملا مشخص شد که چقدر میتونه فرق داشته باشه. خب از این قسمت هم که میتونیم دانلود کنیم. من زدم دانلود و دانلود شد. اگر یه روزی نذاشت که با این جیمیل دوباره فایل تولید کنی، جیمیل رو عوض کن. به همین راحتی. پس ما الان یه فایل با کیفیت از اون وایس داریم. بریم سر وقت ابزار دوم. برنامه نویز ریدوسر هست. اینترنت رو خاموش میکنم و دیگه نیاز نیست که اینترنت فعال باشه، به صورت آفلاین عمل میکنه. از قسمت ایمپورت فایلی که ریکورد کردیم و آپلود میکنیم بدون استفاده از اینترنت. ما اول فایل اصلی رو گوش میکنیم. با این آموزش میشه فرکانس ها و نویز های اضافه رو از صدا حذف کرد. حالا فایلی رو گوش میکنیم که این برنامه میتونه بهمون بده. با این آموزش میشه فرکانس ها و نویز های اضافه رو از صدا حذف کرد. به خوبی اون ابزار آنلاین نیست، ولی خب کارو در میاره. و یه سری قابلیت هایی که داره این اپلیکیشن اینه که به علاوه فایل آدیو میتونیم فایل ویدیویی آپلود کنیم. مثلا ما تو خیابون داریم راه میریم و ویدیو سلفی از خودمون گرفتیم، میتونیم از این قسمت ویدیو اون فایل آپلود کنیم. توی ویدیو اتفاقی نمیفته، فقط صدا رو دینویز میکنه یا همون فرکانس های اضافه رو حذف میکنه. بعد از اینکه کار انجام دادیم سیو میتونیم با فرمت های مختلف. من پیشنهاد میکنم فرمت ویو استفاده کنیم. چند تا ابزار دیگه هم داره این برنامه. یکیش ریکورده که میتونید همزمان ریکورد کنید همینجا. میتونید ادیت کنید. مثلا یه فایل دارین که فرمتش MP3 میخواین به ویو تبدیل کنید. مثلا من الان این ویو رو انتخاب میکنم. ببین اینجا میتونید فرمتت انتخاب کنید و خیلی فرمت های مختلفی هم داره. AAC، ویو، MP3، MP4A و فلگ. فلکی از همهشون با کیفیت تره و کانورتو که بزنیم تبدیل میکنه. ابزار بعدیش هم که آدیو کاتره که شما میتونین یک صوت رو کات بزنین، قسمت هایی که دوست ندارین یه صدایی رو برش بزنین. آخریش هم که فایل منیجر بیشتر حکم اینو داره که میتونی بری توی گوشیت و بگردی فایلتو پیدا کنی. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. این آموزش هم به درخواست شما ساخته شد. هر هوش مصنوعی که باش مشکل داشتین میتونین کامنت کنین و من سعی میکنم در کمترین زمان ویدیو رو تولید و منتشر کنم. تمام.